ما یه ویدیو دیگه بچه امروز من چجوری که لیگو کانالتون رو درست کن. بچه من اولش که شروع کردم لیگو کانال نداشتم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم و دیدم که الکس شاد یک چیز لیگو درست کردم، دیدم و یاد گرفتم. بچه میریم توی برنامه رو از فروشگاه پلی نصب کنید. خب بچه اینجا خود لیگو رو درست کرده. خب مثلا اسم لیگو کانالتون میخواید مثلا شما چی باشه؟ مثلا من میخوام بنویسم محمد، نمیزنه لوگو ناکنه. بچه خوشم اینجا لیگو رو داره، چه لیگوی بالی. این لیگو خیلی خوبه، خیلی هم بچه لیگو داره تا دلتون میخواد. بره کانالتون، حالا مثلا اگه کانالتون گیم باشه، خب مثلا بعض از اینا به دردتون نمیخوره. مثلا کانالتون گیم نباشه، به سرگرمی نباشه، مثلا من اینو خیلی مثلا چی باحاله، این خدای خوشگله. اینجا میتونید مثلا اینجا درستش کن، مثلا اندازه مثلا خیلی گنده باشه یا مثلا اگه اینو کوچیک میکنی زیر اینجا باش میشه فاصله تر. انا با فاصله میشه نه اشتباه خدا اشتباه. خب اشتم بهتون میگم دیگه. این که بچه برم این فاصله گذاشتنه، این که چجوری که بنویسه. این بچه برم باید تست بگیرم. این آقا بچه مثلا اینجا که تست بنویسه اینجوری فکر کنم اولش اینجوری بود، نه خودش اول کار چجوری نوشته بود. آره ایناش هم چرا میکنه خیلی حالا مثلا ایناش برام باز نشده ولی این شکلی بود این خودش. آره اینا خوش این شکلی بود. مثلا من الان دوست دارم این شکلی باشه، نمیدونیم که رنگ آمیزش سفید باشه، مشکی باشه، زرد. مثلا این به نظر خیلی خوشگله. اگه پرسپولیسی باشه رنگ خیلی خوش. من مثلا اینو درست کردم خیلی راحت. بچه هم مثلا من یه لیگو من یکی برای خودم درست کردم که اینه بره پروفایلم. حتما میخوام اینو بذارم محمد گیم. میبینید بچه چقدر خوشگله، خدای خوشگله سوزم نشم خودم. بچه این مثال چیزای دیگه هم دارم چون حالا من زیاد نشون ندارم. بچه اینترنتی هم نیست، من اینترنتی ندارم، اینترنتی هم خاموشه. من اون بار مثلا کدوم انتخاب کردم، اون بار اینجا رو انتخاب کردم. حالا مثلا چون این همین این من نزدیک خیلی خوشم آمد، سریع برداشت. من می‌بینید که چه خاص. راسته چون اگر دوست داریم که بازی GTA رو یادتون چجوری که روی موبایل بتونیم بازی کنه، این ویدیو حتما لایکش کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.